بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. اکنون دلیل ها رو پیشنهاد میکنه شیخ الاسلام. دلیل با هجرت از سنت قول پیغمبر علیه الصلاة والسلام است. یعنی که اگر کسی پرسد که از سنت، این از حدیث دلیل بیار نسبتی آن که هجرت هست یا که وجود دارد، بعد همین حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیشنهاد میکنه که میفرماید هجرت قطع نمیشود، یعنی بس نمیشود تا توبه قطع نشود، و توبه قطع نمیشود تا آفتاب از مغربش از همون جایی که فرو میرود از اونجا عکس نبراید. وقتی که آفتاب از اونجا که برآمد قیامت قائم میشه، دیگه توبه قبول نمیشه. توبه که قبول نشد هجرت هم نبوده است، نیست میشه. بنابراین این برای تاکید بودن هجرت، یعنی هجرت وجود دارد تا روز قیامت هجرت هست. فلما استقر بالمدینه امر ببقیه شرائع الاسلام. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه، که اون وقت او را یثرب میگفتن، یثرب قرار گرفت، مأمور شد به باقی قانونهای اسلام. یعنی دیگه قانونهای اسلام مثل گفته است که زکات و روزه و حج و جهاد و اذان و امر به معروف و نهی از منکر و غیر از این از دیگر قانونهای اسلام، یعنی به او چی شد؟ امر کرده شد. اخذ على هذا 10 سنین. اخذ این از افعال چی است؟ از افعال شروع است. از افعال شروع. افعال شروع اخذ می شود، شرع می شود، طفقه، اینها افعال شروع میبینن. یعنی اخذ على هذا 10 سنین، یعنی به همین، یعنی که همین رو 10 سال گرفته برد. 10 سال یعنی همین دوام داد. چرا؟ یعنی که باقی قانونهای اسلام به مدتی 10 سال هم تو دوام دادن گرفت. و توفی صلوات الله و سلامه علیه و دینه باق. و صلی الله علیه و آله و سلم وفات کرد و دین او باقی است. یعنی که او خودش وفات کرد لیکن دین او وفات نکرد. مفهوم؟ خب، و هذا دینه لا خیر الا دل الامه علیه. این است دین همان پیغمبر، یگان خیر نیست که امت که دلالت نکرده باشد امتی خود را به همون خیر. چگونه که ولا شر الا حذرها منه، و یگان شر بدی نیست که امت را از همون شر چی نهراسانیده باشد یا که نترسانیده باشد یا که با حذر نکنانیده باشد. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. و همون خیری که اولین درجه به همون دلالت کرد امت را این توحید است. بنابراین کنتم خیر امت یا که مثال گیریم چه ولتکن منکم امه یدعون الى الخیر. باید از شما یک امتی باشد که دعوت به خیر کند. تحریر رو چی میگویم؟ تحریر رو میگویم که یعنی خلافت خطا. از همه خیر بزرگ این توحید است. دیده شیخ الاسلام چی خیلی میفهمونه چی گفتی است؟
از این معلوم است که ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر، یعنی الى التوحید میشه. خیرمان بنابراین میفرماید که و همون خیری که به همون یعنی که امت را دلالت کرد این توحید بود و جمیع آن چیزهایی که الله او را مثال کنه دوست می‌دارد و پسندیده الله میباشد و خلافت باشد و که قانون الهی باشد، دیگه اینها همه اینها دوم درجه است، یکم درجه توحید است. نه و شر الذي حذرها منه الشرك، و شر بدی که از اون بدی امت را حذر کنانید این شرک بود. و جمیع ما یکرهه الله، نه و جمیع ما یکرهه الله و یأبه، و تمام آن چیزی که الله او را چی بدش میبیند و چی از او ابا میکند یا که از او رو میگرداند، یعنی ناخوش است در پیش الله یا که ناپسند است در پیش الله. شارح میفرماید لما استقر في المدينة وهاجر عليه الصلاة والسلام أمر ببقية شرائع الإسلام. این باروی سبحان الله شیخ باروش درست ترتیب داد. وقتی که در مدینه قرار گرفت شرح از میج سرگرد است و علیه الصلاة والسلام هجرت کرد. این باروی هجرت کرد، اینجا وارد در مدینه قرار گرفت. وقتی در مدینه قرار گرفت و هجرت کرد، وقتی هجرت کرد و در مدینه قرار گرفت امیر ببقیه شرایع الاسلام و باقی قانونهای اسلام مأمور گردید، مثل الزکات والصوم والحج والأذان والصلاة الجماعة، مانند همین انواع عبادت رو که زکات و روزه و حج از اون و نماز جماعت والجهاد والامر بالمعروف، جهاد امر بالمعروف پسندیده کردن و نهی از برای ناپسندیده کردن و غیر ذلك، غیر از اینها. و شرایع الاسلام كلها فرضت في المدینه، تمام قانونهای اسلام در مدینه فرض شده. اخذ على هذا 10 سنین، یعنی همین را طی 10 سال دوام داد. و توفی صلوات الله و سلامه علیه و دینه باق الى قیام الساعه، او وفات کرد علیه الصلاة والسلام دین او تا قایم شدن قیامت باقی است. و هذا دینه لا خیر الا دل الامه علیه ولا شر الا حذرها عنه. این است دین همان پیغمبر، نیست یگان خیر الا امت را به همان دلالت کرد، نیست یگان شر الا امت را از همان حذر کنانید. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. وهمون خيري كي دلالت کرد امت را، یعنی راهنمایی کرد، ارشاد فرمود امت را به همون یکم دعوت کرد، این توحید بود و جمیع آن چیزی که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد و پسندیده الله می‌باشد، خواه سخن باشد خواه چی عمل باشد. بعثه الله الى الناس كافة وافترض الله طاعته. شيخ الاسلام مفتي سدس بعثه الله الى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والانس. الله سبحانه و تعالی وی را به سوی مردم همچون کافه بسنده مبعوث گردانید، یعنی نمیشه که بعدی او یگان پیغمبر بیاد و دین او را چیکار کند به کمالات رساند، خیلی نمیشه. طاعت او را به جمیع دو طایفه، یعنی گویم مخلوقات، گویم جن و انسان ها فرض قرار داد الله تعالی، یعنی هم با انسان ها هم به جن ها اطاعت از پیغمبر علیه السلام فرض بود. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. دلیل نسبتی آن که با کافه مردم او مبعوث کردید قول الله تعالی است، آنجا که میفرماد بگو ای مردم هر آن من رسول الله هستم، یعنی فرستاده الله هستم به سوی شما. جمیعا تاکید کرده است، یگان کس از مردم چی استثناء نمیشه. خب و اکمل الله به الدین، به سبب همان دین را الله تعالی به کمالات رسانید که
دلیل چیه که الله تعالی میفرماد که الیوم اکملت لکم دینکم، من امروز برای شما دینتان را مکمل کردم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتی خویش را برای شما به پررگی عطا بخشیدم و رضیت لکم الاسلام دینا، و اسلام را برای شما همچون دین پسندیدم. و دلیل علی موته صلی الله علیه و آله و سلم قوله تعالی، دلیل بنابر مردن پیغمبر علیه السلام قول الله سبحانه و تعالی این رد است علیه کسانی که میگن که او زنده است. او وفات کرد علیه السلام، او به کفنش کردن مانند دیگر یعنی که انک میتون و انهم میتون، و درستی تو میرنده هستی. میت مردگی میگه، یک کس اگر مردگی حیات باشه و میتش میگه. اگر میت شود کسی آینده میمرده شود که میتش میگه. انک میت، تو میمری، تو زنده نمیمونی. و انهم میتون، و درستی و یا هم مرده هم، یعنی که خیلی که دیگه پیغمبران مردن و یا رو دفن کردن، تو هم میخیل میشه. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، سپس شما در روز قیامت در پیشگاه پروردگارتون بین یکدیگر خصم جنگ و جدال و دشمنی میکنید. فهمیدید؟ مخاصمه، جنگ، خصم. شارح میفرماید بعثه الله الى الناس کافه، الله سبحانه و تعالی وی را به سوی جمیع مردم همچون کفایت کننده بسنده مبعوث گردانید، فرستانید. رسالت النبی صلی الله علیه و آله و سلم للثقلین الجن والانس، رسالت پیغمبر یعنی پیغامی پیغمبر که نامه پیغمبر از الله سبحانه و تعالی آوردگیش برای دو طایفه از مخلوقات بزرگ یعنی که جنها و انسانها بود. فمن قال رسالته خاصة للناس او قال بعده النبي فهو كافر باجماع المسلمين، کسی بود که رساله او خاص فقط برای مردم بود، برای جنها نیست گوید، یا که گوید که بعد او یک پیغمبر می شود، مبعوث می شود، می آید بود، و به اجماع امت چی میشد؟ اجماع مسلمانان کافر میشن. الله سبحانه و تعالی میفرماید ما كان محمد ابا احد من رجالكم، محمد پدری یگان کسی از مردان شما نبود، ولكن رسول الله و خاتم النبیین، ولی او کی بود؟ پیغمبری که بیم فرستادی الله بود و مهر پیغمبران بود، یا که خاتم دهنده پیغمبران بود که همچون ختم آخران نهایی. و می فرماید الله تعالی قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، بگویید مردم هر آینه من رسول الله هستم به سوی همه شما. و الله تعالی می فرماید که و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا. شیخ چند دلیل ها میبره که شیخ الاسلام کفایت کرده است با یک و طالب آسان شود گفته. مترا همچون کفایت کننده برای مردم فرستادیم، همچون بشارت دهنده، خبر خوش دهنده برای یعنی که کسانی که در طاعت الله هستند، و بیم کننده فرستاده برای کسانی که در معصیت الله هستند. و الله تعالی میفرماید که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بسیار با برکت است اون ذاتی که فرقان را یعنی که قرآن را که میان حق و باطل را جدا میکند، سیاه و سفید و میکند، سنت بدعت را جدا میکند. همون خیلی قرآن به بنده خود نازل کرد مورد از بنده محمد صلی الله علیه و آله و سلم، لیکون للعالمین نذیرا، تا اون بنده برای تمام جهانیان بیم کناننده شود. بیم کناننده شد. قرآن الله تعالی به پیغمبرش نازل کرده، نه برای دستور قبرها در اینجا مراسم بکنن. یکون للعالمین نذیرا، ما باید قرآن برای تمام جهانیان گرفته بیم کناننده، بی آداب را آداب بیاتیم. خیلی؟ اما قرآن در خانه تو زیادی چنگی مراسم ها، هر جا که آواز سوری فاتح شد مرده قرآن برای مرده ها شده. برای ما قرآن برای مرده ها شده است که زنده ها امروز در صفی مرده ها هستند، یعنی از جهتی دور شدن از علم و معرفت. برای ما جاهل ها میگون عالم ها بعد مردنشان هم زنده هستند، خیلی که در حیاتشان زنده. برای ما جاهل ها پیش از مردنشان و بعد مردنشان مردن. همین جاهل نامردن مرده است. با مرد کن.
وقال عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الناس كافة في أمر عليه الصلاة والسلام في أحاديث عبد الله بن عباس أنا الأمر مجدوين أو خير ده هم يوزعون اسم دوتين طرف أنا ويك أقول كسدسة إني مسندي إمام أحمد بن خب از برج مسندش میبرن هر یک صحابه که از همون صحابه حدیث پیامبر علیه السلام روایت میکنه همون مسندی عبدالله بن عباس همون فقط صحابه عبدالله بن عباس میگن در همون جمع حدیث میگن هر یک صحابه را علاوه حدیثاش رو میگن چند صحابه اینه که حدیث روایت کرده فقط شما حدیث اگر کو دیوبد اول صحابه رو میگن با میگن حدیث مسند ابو هريره حدیثایی که تمام از ابو هريره مسند عایشه مسند است هر یک حدیث اسناد است نعم خب پیامبر علیه الصلاه والسلام میفرماید که بعثت الى الناس یعنی مرا مبعوث گردانیده شد مرا فرستانیده شد به سوی مردم کافه یعنی که بسنده کفایت کننده وكل نبي بعث إلى قومه خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة هر پیغمبر را به سوی قوم خود خاص فرستانیده شد و پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم را به سوی همه مردم همچون کفایت کننده بسنده چه مبعوث گردانیده شد وافترض طاعته على جميع الثقلين من الجن والإنس الله سبحانه وتعالى طاعت او را به جمیع یعنی که انسان ها و جن ها چی کرد طاعت فرض قرار داد فطاعت الرسول صلی الله علیه و آله و سلم واجبه اطاعت از پیغمبر علیه الصلاه و السلام واجب است و هو رسول الى العرب والعجم من الجن والانس و پیغمبری هست به سوی هم عرب ها هم عجم ها از جن ها از انسان ها والجن مكلفون بالشرائع مثل ما كلف الانس یعنی که چی جن ها مکلف هستند به شریعت یعنی مکلف فرمان داده شده است و فرمان های شریعت چخلی که انسان ها را چی فرمان داده شده است به فرمان های شریعت و دلیل قوله تعالی قل یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم جمیعا بگو ای مردم من رسول همه شما چی رسول الله هستم در اینجا کلمه ناس همچین ها رو در بردن خب و اکمل الله به الدین الله سبحانه و تعالی بسبب او دین را مکمل کرد و دلیل على ان الدین کامل قوله تعالی دلیل نسبت آن که دین این کامل است پر است احتیاج به پر کردن یگون اهل بدعت و اهل خرافات نیست قول الله تعالی میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم من امروز برای شما دینتان را مکمل کردم و اتممت علیکم نعمتی خود را برای شما ارزانه دادم اتمام رسانیدم من محتاج به اون نعمتی نمیشوید و رضیت لکم الاسلام دینا و اسلام را برای شما همچون دین پسندیدم و دلیل علی موته صلی الله علیه و آله و سلم قوله تعالی انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون دلیل به مرگ پیغمبر علیه الصلاه و السلام قول الله درست میفرماید هر آینه تو میرنده هستی و ایشان نیز میرنده اند سپس شما در روز قیامت در پیش پروردگارتان میان یکدیگر خصم و جنگ و جدال و بحث میکنید فهو میت ولکنه حی حیاتا برزخیه او مرده است ولی او زنده است در حیات برزخی در حیات برزخی هم است حیات برزخ و حیات الموت اون فاصله که بین دنیا و بین آخرت است و حیات برزخش میاد اکمل حیات الشهداء از همه مکمل ترین حیات شهدا را پیامبر علیه الصلاه و السلام دارد و جسده الشریف لا تاکله الارض یعنی که جسدی مبارکی او را بگیم که جسدی پاکی او را از زمین نمیخورد چون که دیگه جسد را میخورد طری باقی یعنی که طری گذر سویجر میشه پاک تازه نو میستد حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء جميعا الله سبحانه وتعالى بزمین حرام قرار داده است که ما چیکار کند زمین گوشت پیغمبر را همیشه بخوره و اما سایر الناس فتبلى اجسامهم اما باقی
مردم دیگر مردم باشند جسد اونها چی میشه؟ کهنه میشود. ولا یبقى الا عجب و ذنبی، یگان عضو انسان نمیماند مگر همون چی؟ عجب و ذنب گفتن، یعنی که همون تخمی همون انسان همه چیز نیست و نابود میشه دلگون میشه، همون تخمش میماند برای با روز قیامت هم در آن. بله او را عجب و ذنبش میگه. و هو العسو، یعنی که باید چه؟ عسو گفته این هم عنصر انسانی که اصل انسان است که آخر فقرتون فی العمودی الفقری، یعنی آخرون همون بیم ستون مهره، آخرون ستون مهره آخرش هم قرار داره. نعم. حبة صغيرة یک دانه خرده است که ما تأکله الارض سمی ادرک بکنه میتواند. يقول النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام كل ابن آدم یبلع الا عجب الذنب، همه فرزند آدم چی میشه؟ میپوسد، کهنه میشه، نیست میشه مگر چی؟ همون عجب الذنب. منه خلق ابن آدم و منه یرکب الخلق یوم القیامه، از همون میگه فرزند آدم را آفریده شده دیگه و از همون چی؟ خلق را در روز قیامت به ترکیب در آورده میشه، در ترکیب در آورده میشه. حدیث بخاری از حدیث ابی هریره رضی الله عنه روایت میکنه. و دلیل علامات صلی الله علیه و سلم انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون. و بعض الناس ينازع انه لم يمت و یخالف قوله تعالی. بعض علما هستن که بحث میکنن که پیامبر صلی الله علیه و سلم نمرده است، میگن مخالفت میکنن قول الله تعالی و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد جز رسول کسی دیگر نبود، به تحقیق گذشتن پیش از او رسولان، و یا اگر بگذار مرده ماند یا که کشته شود شما به عقیب برمیگرده، نه اسلام به دست میکشید مرد گفته. صلی الله علیه وسلم علی محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا.